سلام عزیزان. بعد از بازارگردی شیب یلدا معبد هندو هم در مرکز شهر بندرعباس روبروی بازار امروز واقع شده. این معبد دوستان در سال 1300 هجری قمری 1276 شمسی توسط تجار هند در زمان قاجارها در زمان میشه. این تجار هند به اصطلاح هدایایی جمع کردن و این معبد رو ساختن. این نشان از همون مراودات هند با ایران در اون زمان ها میده و اون به اصطلاح خور گبرسوزان که این هندی های اینجا در گذشتگان خودشون را با آتش میسپردن که آرامتر هرمز هست دوستان، همون آبراهه یا خور به اصطلاح بهش میگن. و اینجا هم پرستشگاه بت گوران هست از خدایان هند. دوستان این محراب مانندهایی که در مساجد ما هم شباهت زیادی به اینها داره و جایی که شمع به اصطلاح روشن میکنن شباهت نیست در همه ادیان رو میبینید و این محراب ها که الان دارید میبینید در معبد هند ها. حالا چیزی که دوستان اینجا توجه من رو جلب کرد این محبت این سازه فرهنگی هستش که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اومده یه سری مغازه موقتی درست کرده، اجاره داده و بدونی حالا همیشه هم میشه گفت خوبه، همیشه بعد اگر حاصل اجاره این صرف بازسازی با آبت روشنایی فضای سبزش بشه بسیار خوبه. خب عزیزان، تنها جایی که من تونستم با خیال راحت فیلم بگیرم همین جا بود. حتما محبت کنید، لایک و سابسکرایب یادتون کامنت بذارید. این چیزا رو دارم میگم دوستان و این هم اون کافه که توی همین محبت بلا شده. لایک و سابسکرایب یادتون کامنت بذارید. ممنون از همراهی شما. تشکر میکنم عزیزان.